سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. احساس میکنم که خیلی دارین ازم حمایت میکنین. 300 تا بازدید خورده چنل. ببینین، میخواستم یه فکت جالب راجع به دست ها بهتون بگم. دست ها خیلی کارا میشه باهاشون انجام داد. میشه باهاشون غذا پخت، میشه باهاشون ظرف شد، میشه باهاشون کار کرد. ولی بهترین کاری که میشه با دست ها کرد میدونین چیه؟ بهترین کاری که میشه با دستاتون بکنین اینه که این ویدیو رو لایک و ساب بکنین. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودین. بریم که یونیت 10 رو تدریس کنیم. Big and small, big and small, big and small. Unit 10, unit 10, big and small. Big, big, big. Please repeat after me 3 times. Big, 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 big. Small, 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 small. Thick, 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 thick. Thin, 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 thin. توجه کنین T و H به صورت لای زبونی تلفظ میشه. Long, 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 long. Short, 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 short. اوکی. Listening 67. Listen and say. Listening 67. Listen and say. Big, Big, small, small, thick, thick, thin, thin, long, long, short, short. Okay. Unit 10, Unit 10, Unit 10, Unit 10, Unit 10. Big and small, big and small, and small. Big, 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 big. Small, small, small. Small, 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 small. Thick, 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 thick. Thin, 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 thin. Long, 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 long. Short, 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 short. این هفته تموم شد. نکته‌ای که وجود داره اینه که لطفاً ساب کنین که 10 تایی بشیم و ویدیو کوتاه‌های ما رو لایک کنین. اگه هم دوست دارین که زبان انگلیسی رو یاد بگیرین حتما ساب کنین که ویدیوهای ما رو از دست ندین. طبق روال معنیاشو بهتون بگم. بیگ بزرگ، اسمال کوچک، thick به معنی کلفت، چاقم میشه، thin نازک یا لاغر، long دراز و short کوتاه، یعنی short ویدیو. اوکی. گرامر داره. Is it short? Is it short? Is it short? It's big. It's big. برای مثال همونطوری که بهتون گفتم برای اون درس که جای فعل رو با فاعل عوض میکنین، الان is فعل توبیه، eat سابجکت، اینم که نونه. Is it long? Is it thick? Is it thin? Is it big? Is it small? با هر کدوم از این کلمه ها یه دونه جمله بسازین و 4 تا هم با گرامر جمله بسازین. Listening 69. Listening 69. Listen and say. Listening 69. Listen and say. What's that? What's that? Guess.
Guess. Is it big? Is it big؟ داره حدس میزنه. guess یعنی حدس بزن. Yes. Yes. Is it long? Is it long? Yes, it is. Yes, it is. And it's thick. And it's thick. یه دقیقه. Yes, it is. And it's thick. Yes, it is. And it's thick. Oh, is it a sandwich? Oh, is it a sandwich? Yes, let's share. Yes. یه بار دیگه. Yes, let's share. Yes, let's share. اوکی. اینم از گرامر. بریم سراغ این پارت. این پارت ببینید چیزایی که مثلا اسمالن تو جعبه باید بنویسین روشون اسمال که بفهمه، یا مثلا چیزایی که لانگن روشون بنویسین لانگ که بذاره توی جعبه لانگ، چیزایی که بیگن بذاره توی جعبه بیگ. خب اینجا یه دونه استوری داره. It's your brother, it's your brother, it's your brother. Is it a sister? Is it a brother? Is it a sister؟ آیا اون یک خواهره؟ Is it a brother؟ آیا اون یک برادره؟ It's your brother. اون برادر شما. It's Adam. It's Adam. اون آدم هستش. He's small. He's small. اون کوچیکه. Okay, listening 71. Listening 71. Look and listen. It's your brother. Listening 71. Look and listen. It's your brother. Is it a sister? Is it a sister? Is it a brother? Is it a brother? It's your brother. It's Adam. It's your brother. It's Adam. He's small. He's small. اوکی. همینجا بسه. بریم ورک بوک با هم دیگه حل بکنیم. خیلی باید بریم عقب. این کتاب هم داره تموم میشه. نکته قابل توجهی که هست اینه که لیسنینگ ها از خود کتاب مهمترن. خب برین عضو بشین. توی چنل تلگرام لیسنینگ های فرستادنز وان رو گذاشتم. اگه به 10 نفر برسه اعضای مشترکش لیسنینگ های فرستادنز تو رو هم میذارم، پس اونجا هم ما رو دنبال کنین. match and say color. match and say color. وصل کنین و بگین و رنگ بکنین. یه دونه اورنج داره به اسمال وصل میکنیم. یه دونه لانگ جامپ روپ داره به شورت جامپ روپ وصل میکنیم. یه دونه تیکس ویچ داره به تین ساندویچ وصل میکنیم. اینجا match and say وصل کنین و بگین. به اصطلاح قسمت عقبی چیزها رو به قسمت جلویشون وصل میکنیم. trace and say color. trace and say color انجام بدین و بگین و رنگ بکنین. اینا رو رنگ میکنین، چیزی نیست. اینجا هم بچه اسماله بعد گنده میشه. اینجا هم میمونه سماله بعد به پدر مادرش وصلش میکنین. اینجا هم چیکنه کوچیکه به پدر مادرش وصلش میکنین. اینجا استوریه، اینجا رو ول کنین. خب دوستان، همونطور که بهتون گفتم فکت جالب راجع به دست ها. پس این
پایین دکمه سابسکرایب و این بغل دکمه لایک رو بزنین. خیلی ممنونم که ما رو حمایت میکنین. ویدیوهای ما رو تا آخر ببینین. ممنونم هم از بچهای آپارات و هم از بچهای یوتیوب. بدرود.